تمیز شد. این با شیرازی بزنیم خورده دستگلی بریم اسپاتار بیبی اسپاتار بی. سلام درود دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با ویدیوی دیگه اومدیم در خدمتتون. بچه‌ها اگر سابسکرایب ندارین حتما سابسکرایب کنید و کامنتاتون برام خیلی ارزش داره. مرسی تا ادامه ویدیو با منم باشید. بعد اینجا خیابون چناز پارک آزادی، جایی که من کلی تمرین کردم اونجا، در این جایی که کلا تو عمرم تمرین کردم تو همین پارک آزادی. قبل تمرین کافئین یادتون نره، یه میکس کافئین بزنید دفعه خود. بعد این که قهوه خوردیم استوپ ریزی میزنیم و فینیش. به رسیدیم به پشت مسجد، همین جایی که خوب میواسه رشد بچه. با بچه ها این اثباتی که میبینین خیلی کارها میتونیم روش انجام بدیم، مخصوصا ما این لبه تقریبا 5 سانتیه. میتونیم نوز رو بزنیم اینجا و موقعی که این شتاب پیدا میکنه سمت بالا مانوئلش کنیم. خب دوربین رو باید اینجا بکاریم و بریم بزنیمش. باید بخوره زمین تا یاد بگیری. خیلی غیر منتظر بود ولی خیلی هم دور نیست. بیل از همه چیز شما نزدیک‌تره. بچه‌ها BMX خیلی حال میده. اگه ندارین تهیه کنیم و بازی کنیم. باید ارائه بدیم. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با همون بودین، ولی متاسفانه یه بیل خیلی شخمی دادیم و نمیتونیم ادامه ویدیو رو ضبطش کنیم. سر همین دیگه میریم دستمون بشوریم. ان شاءالله ویدیوهای بعدی در کنارتون خواهیم بود. مرسی، حتما سابسکرایب کنید. اگه سابسکرایب نکردید نظراتتون رو هم برام بنویسید. ممنونم. خداحافظ. بریم دستمون بشوریم.